فردا روزیست که همچه کسی از گوشه زندان بیرون میاد. اما چجور؟ روی یک تخته در. اون در کنار جسر بغداد. اما با چه بدلی؟ السلام علی الساق المرزوز به حلق الغیود. یک جمله بس. رد در لغت چیه؟ رد یعنی کوبیدن. چیزی که کوبیده شد مردود. حالا 7 سال آهن روی این پا با این استخوان چه میکنه؟ اون هم کجا؟ فی ظلم المطامیر. مطمور چیه؟ اون گودال هایی که زیر زمین میکنن اسمش مطمور است. زندان گودال زیر زمین بود. آیا فردا وظیفه این شیعه در این مملکت در مقابل این ساق مردود، در مقابل اون ظلم مطامیر چه وظیفه‌ای دارد؟ سعادتمند مردم عراق واقعا بهتانگیزه. چه سعادتی! خوشا به حال شما. کاش من می بودم قدم شماها رو می بوسیدم. پای شما تاج سر ماست ای زوار کاظمین. کشته می شود زن و بچهش، خودش دست از این درگاه بر نمی دارد. ای جوانهای با غیرت ایران، کاری کنید که فردا نزد پیغمبر خجالت زده نشید. تمام هیئت‌ها همه باید بر سر و سینه بزنن. برای چه کسی؟ برای جنازه‌ای المنادا علیه دیگه گفتنی نیست. لا اله الا الله.